وای ایشکی، وقتی کمک لازم داری من آدم خوبیم، اما وقتی به کارت نمیام دیگه هیچی. دیگه چی؟ هیچی. اصلا هیچی به کارم نمیاد. هیچی به کارم نمیاد. هیچی. نه تو به کارم میای، نه اسم مزخرفت. چرا کف دستتو نگاه میکنی؟ دارم میبینم که تو بخت خرابم چی نوشته. یعنی به خاطر اینکه مایانک درباره وزن حرف زد انقدر ناراحت شدی؟ مگه مایانک چی گفت؟ هیچی. مگه چی میخواست بگه ها؟ هیچی، ولش کن. اون الان برام مهم نیست. الان مشکلات خیلی بزرگتری دارم که اول باید اونا رو حل کنم. خدا نگهدار. خب ایشکی، خدای من رفتارتو دوست نداشتم ایشکی. وقتی کمک میخوای میای سراغ من، دفعه بعد که کمک خواستی خودت حلش کن.